به نام خداوند بخشنده و مهربان. شرکت 48 قصه اولین اثر خود را تقدیم می‌دارد. انگشت طلایی. نوشته مهدی مصباح. ناشر شرکت 48 قصه. در انحصار شرکت 48 قصه. بچه‌های خوب و قشنگ سلام. حالتون چطوره؟ انشالله که حال همگی شما خوب باشه. خوشحال و سرحال و سلامت باشید و به حرف پدر مادر و بزرگتراتون گوش بدید. شرکت 48 قصه قصه های خوبی براتون تهیه کرده که اولین اونو براتون تعریف میکنم. حواستون به منه یا نه؟ انشالله که بله. ها؟ باریکالله. شما به این قصه گوش میکنین و از اون نتیجه خوبی میگیرید. خب حالا با اجازه همتون بریم سراغ قصه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در اون روزگارای قدیم مرد ثروتمندی زندگی میکرد که خیلی طلا دوست داشت. اینقدر دوستدار طلا بود که حتی شبا هم خواب طلا میدید. بله، این مرد همه چیز خونش و بچه ها به رنگ زرد طلایی در آورده بود که برق می زدن. حتی تخت خوابش. بچه ها جون، این مرد پای تخت خوابش یه پرنده قشنگ تو قفس گذاشته بود که صبح با صدای اون از خواب بیدار می شد. اگه گفتید اسم این پرنده چی بود؟ نمیدونی؟ خب من براتون میگم. اسم اون پرنده قشنگ کاسکو بود. اون حرف میزد. البته اینم بدونین که به این پرنده حرف یاد میدن و هرچی یاد بدن همونو میگه. یه روز صبح پرنده قشنگ اون مرد ثروتمند رو صدا کرد. آقا بلند شید. آقا خواب بیدار شید. آقا چرا بیدار نمیشی؟ چه خبره نمیذاری بخوابم؟ آقا بلنشین در برده. آقا از خواب بیدار شین میگه چته؟ بله، بعد از چند تا قلط زدن از تخت خواب بیرون اومد، رفت دست و صورتشو شست، لباس خوابشو عوض کرد و حاضر شد برای صبحانه خوردن. راستی بچه ها، یادم رفته بود که بگم این مرد یه دخترم داشت که اسمش لیلا بود و هر روز صبح باید سر میز صبحانه پدرش حاضر میشد تا با هم صبحانه بخورند. یه روز صبح مردی ثروتمند به پیشخدمت خونه که اسمش میرزا آقا بود گفت: میرزا آقا. بله آقا. بله آقا بفرمایید، در خدمتم. برو به سلطان بگم بگو لیلا رو صدا کنه بیا صبحونه بخوره. برو. چشم آقا. یالا. چشم تو چشم. سلطان بگم. چه خبره میرزا آقا؟ صبح اول صبحی سلطان بگم در آوردی. خب بگو ببینم چی کار داری؟ آقا گفتن لیلا خانومو صدا کن تشریف ببرن صبحونه بخورن. خیلی خوب شنیدم. چه خبرتونه هوار راه انداختین؟ همچین هوا میکشه که بند دل آدم پاره میشه.
1000 دفعه بهش گفتم اینطوری منو صدا نکن. لیلا خانوم، لیلا خانوم، پاشو عزیزم، آقا جون میگن بیاید صبحونه بخورید. هر روز کارمون این شده. واخ واخ واخ، مردم از دست اینا. لیلا جون پاشو، تا پدرت عصبانی نشده پاشو قربونت برم. چه خبره سلطان بگم؟ حالا پا میشم دیگه. واه واه واه، از دست شماها که نمیذارین آدم بخوابه. اینقدر صدا نکن، کر که نیستم، شنیدم. برو خودم میام. وای از دست این بابام که نمیدونم تا کی میخواد این تشریفاتو خشکو تو خونه اجرا کنه. دیگه همه با این دستورات اون خسته شدن. لیلا جون بیدار شدی؟ بله بله بیدار شدم. تو که من خفه کردی بابا. یه طرف تو یه طرفم بابا. بله بالاخره لیلا از خواب بیدار شد، رفت دست و صورتش رو شست و لباسش رو عوض کرد و رفت برای صبحانه. لیلا اومدی دخترم؟ چرا اینقدر معطل میکنی؟ آدم باید با انضباط باشه. بله پدر جون دارم میام. سلام پدر جون، صبح بخیر. سلام 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 دخترم، حالت چطوره بابا؟ خوب خوابیدی؟ بله پدر جون. بابا جان صبح یه کمی زودتر از خواب بیدار شو. معلومه که شبا تا دیر وقت کتاب میخونی. آخه اگه کتاب نخونم حوصله‌ام سر میره و خوابم نمیبره. ولی سعی کن کتابای مفیدی بخونی بابا. چشم. آفرین. بله بچه ها، لیلا که از این تشریفات پدرش دل خوشی نداشت و خیلی هم ناراحت بود، ناچار بود که حرف پدرش رو گوش کنه. سر میز نشست روبروی پدرش و مستخدم برای هر دوتاشون صبحانه آورد. البته در همون ظرف‌های طلایی قشنگ صبحانه رو خوردن و تموم شد. دختر روزا کارش این بود که کتاب بخونه، کمی هم از کارهای خونه رو انجام بده و بعدش هم بره توی باغ و قدم بزنه تا ظهر. پدرش هم کارگاهی داشت در زیرزمین خونه که کارگرا صبحها می اومدند و مرد ثروتمند به اونها دستور میداد که چه چیزی بسازند. البته طلایی رنگ، به طوری که برق بزنه. اون روزم طبق معمول راه افتاد و رفت به طرف کارگاه. صبح بخیر اوستا، چی کار میکنی؟ سلامت باشید آقا. مشغول اجرای دستورات شما هستیم. ببینم اون 1 ساعت و 2 پارچو درست کردی یا نه؟ بله آقا، ببینین چقدر قشنگ شده، برق میزنه. بله مرد خیلی خوشحال شد. ولی بچه ها هیچ میدونید که این مرد ظرفای طلایی رو که درست میکرد چی کار میکرد؟ نه نمیدونید. من خودم براتون میگم. اون مرد باغ بزرگی داشت با یک ساختمان قدیمی که از منزلش به اون راه داشت. جلوی در باغ 2 شبگرد گذاشته بود که کسی توی باغ نره و زیر ساختمونش یه انبار بزرگ داشت که راه مخفیش از توی همون باغ بود و جز خود اون هیچ کس راهشو نمیدونست. در اون انبارم چند تا قفل مخصوص داشت که کلیدای اونا همیشه پیش خودش بودن. حتی یک لحظه هم این کلیدا رو از خودش دور نمی کرد. هر چیزی که سفارش کرده بود و ساخته بودن بر می داشت و یواشکی از در مخصوص می رفت توی اون انبار. هیچ کدوم از کارگران هم نمی فهمیدن که این مرد کجا میره و چی کار میکنه. اون روزم ساعت و 2 پارچه طلایی رو که ساخته بودند برداشت و
رفت داخل انبار و در رو به روی خودش بست که هیچ کس متوجه نشه. البته بچه‌ها وقتی گفتم از این انبار هیچ کس خبر نداشت، بدونید که حتی دخترش هم خبر نداشت. روزا چند ساعت با طلاها بازی میکرد و خوشحالی میکرد و شعر میخوند. طلا تو جونمی، طلا تو قوت زانومی، طلا تو نور چشممی، هیچی نمیخوام جز طلا. طلا 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 طلا. طلا امید هر روزم، طلا شمع شبستونم، طلا گلها و گلدونم، طلا چراغ ایوونم، طلا مرغ غزل خونم، طلا هم باغ و باغبونم، طلا بازم طلا، بازم طلا، همش طلا، طلا 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 طلا. چه دلبری میکنه طلا، چه همدمی میکنه طلا، شبها اونو خواب میبینم، روزا تو بازار میبینم. از شب تا صبح من و طلا راز و نیازا میکنیم. عجب طلا، عجب طلا، همه رو به در کرده طلا. جونمی، عمرمی، دار و ندارمی، طلا. رنگ قشنگش رو ببین، شکل طلاییشو ببین، تنها تو رو میخوام طلا، غیر تو چیزی نمیخوام. آهای طلا، آهای طلا، تو چراغ خونمی، لطف و صفای روحمی، تنها تو رو میخوام طلا، غیر تو چیزی نمیخوام. نمیخوام فقط طلا. از صدای طلاها که به هم میخورد خوشش میومد. سکه های طلا رو روی سر خودش میریخت و فریاد میکشید: طلا طلا طلا، چقدر خوبه طلا، طلا طلا طلا. ناگهان بچه‌ها نوری پیدا شد و صدایی به گوشش خورد. سرشو بالا کرد و دید در مقابلش یک مرد قد کوتوله قوی هیکل ایستاده. بچه‌ها مرد ثروتمند خیلی ترسید، به طوری که چند لحظه‌ای صداش در نمی اومد. ولی بعد سرفه‌ای کرد و گفت: تو کی هستی؟ از کجا اومدی تو انبار؟ اینجا رو چطوری پیدا کردی؟ کی به تو اینجا رو نشون داد؟ یعنی چه؟ هیچ اینجا رو به من نشون نداده. من هر کاری بخوام میتونم انجام بدم، همه جا میتونم برم و هر آرزوی مهمی که داشته باشی میتونم انجام بدم. اگه آرزوی مهمی داری
بگو. مرد با خودش فکر کرد که این کیه؟ چطوری اومده تو انبار؟ چرا انقدر قد کوتوله است؟ بعدم چرا انقدر قوی هیکله؟ چطوری میگه که هر آرزویی داری بگو؟ آیا راست میگه؟ آیا دروغ میگه؟ خلاصه بچه ها 1000 تا فکر به سرش زد. گفتم که من میتونم آرزوی تو رو برآورده کنم. اگه آرزوی بزرگی داری بگو. من که اینقدر طلا دوست دارم، چه ضرری داره آرزوی خودم رو بهش بگم؟ چه ضرری داره؟ من یه آرزوی بزرگی دارم که خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. چیه؟ بگو. من دلم میخواد انگشتم به هر چی میخوره طلا بشه. طلا. ولی به نظر من این آرزو تو رو خوشحال نمی‌کنه. فکر کن ببین، اگه آرزوی خیلی بزرگتری داری بگو، چون این آرزوی خیلی خوبی نیستش. ولی این خیلی مهمه، خیلی آرزوی خیلی بزرگیه. من خیلی ثروت پیدا میکنم، خیلی خیلی خیلی. همه دنیا مال من میشه، مال من. من برای تو روزهای خوشی رو نمیبینم، ولی چون گفتم آرزوی تو برآورده میکنن، خیلی خوب باشه. برو امشب که خوابیدی و صبح بیدار شدی، انگشتت به هر چی برسه طلا میشه. اینو گفت و یک مرتبه غیبش زد. مرد رفت تو فکر، با خودش میگفت آیا این مرد قد کوتوله کی بود؟ کجا بود؟ آخه چطوری اومد تو انبار؟ از کجا رفت؟ من که در انبار رو بسته بودم. از طرفی هم فکر آرزوی بزرگش او رو خوشحال کرده بود. در انبار رو باز کرد و اومد بیرون. همطور تو باغ قدم میزد و آواز میخوند و خوشحالی میکرد. طلا عمرم طلا، جونم طلا، همه چیزم طلا، زندگی طلا. از فردا پولدار میشم، از غصه آزاد میشم. از فردا پولدار میشم، از غصه آزاد میشم. ثروت میاد بخونم، شادی میاد بخونم. ثروت میاد بخونم، شادی میاد بخونم. بله بچه های خوبم، اون اومد به خونه، ناهار رو با دخترش خورد. خیلی خوشحال بود، ولی هیچی به دخترش نگفت.
مستخدمین منزل از خوشحالی مرد تعجب کرده بودند. با خودشون میگفتن که همیشه غرغر میکرد، عصبانی میشد، ولی امروز آقا خوشحاله، نکنه مریض شده. و به همدیگه نگاه میکردن. پدر و دختر که ناهارشون رو خورده بودن رفتن برای استراحت. تا عصر باز با دخترش اومدن توی باغ و قدم میزدن. بازم مرد هیچی به دخترش نگفت. شب شد، شام خوردند. بازم آقا خیلی خوشحال بود، ولی لیلا دخترش خیلی ناراحت به نظر می رسید. پولدار میشم، ثروتمند میشم، طلا طلا، جانم طلا، عمرم طلا 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 طلا. پدر امروز خیلی خوشحالی میکنی، چه خبره؟ هیچی بابا جان، هیچی، چیزی نیست. برو بخواب عزیزم، فردا صبح میبینم بهت. شب بخیر پدر جون. شب خوش بابا جان، شب خوش، خوب بخوابی. پدر و دختر هر دو رفتن به اتاقای خودشون. دختر خوابید، ولی مرد ثروتمند خوابش نمی برد. همش تو فکر مرد قد کوتوله و آرزوی بزرگش بوتور بود. از این دنده به اون دنده غلط می زد، خوابش نمی برد. آیا اون کوتوله راست می گفت؟ دروغ می گفت؟ پس چطوری اومده بود تو انبار؟ خیلی فکر کرد. دیگه نزدیکی های صبح بود که خوابش برده بود. اما با صدای کاسکو، همون پرنده قشنگ، از خواب بیدار شد. آقا بیدار شید. آقا آفتاب بر اومده. آقا بیدار شید. آقا صبح شده. که یک مرتبه مرد ثروتمند بلند شد، تو تخت خوابش نشست. سلام آقا، صبح بخیر. مرد با خوشحالی جوابشو داد و بلند شد. از تخت اومد پایین و قبل از اینکه برای شستشوی دست و صورتش بره، رفت سراغ کاسکوی بیچاره. انگشتشو گذاشت روی سر اون که با تعجب دید پرنده به یه تکه زرد و براق تبدیل شد. مرد ثروتمند خوشحال شد. دیگه نمیدونست چی کار کنه. فریاد میکشید. به آرزوم رسیدم. میدونید چرا بچه ها؟ برای اینکه آرزوش برآورده شده بود. بله، تا دستش رسید به لباسش که اونو عوض کنه، لباسا به یک جسم نازک طلایی مبدل شدن. مرد فقط میخندید و شعر میخوند. خوشحال بود. طلا تو جونمی، طلا تو قوت زانومی، طلا تو نور چشمی، هیچی نمیخوام جز طلا. طلا امید هر روزم، طلا شمع شبستونم، طلا گلها و گلدونم، طلا چراغ ایوونم، طلا مرغ غزل خونم، طلا هم باغ و باغبونم، طلا بازم طلا. بله، مرد
فریاد میکشید. به آرزوم رسیدم، به آرزوم رسیدم، به آرزوم رسیدم، به آرزوم رسیدم. مستخدمین که صبح به اون زودی با سر و صدای آقا از خواب بیدار شده بودن، از اتاقاشون اومدن بیرون، دیدن که آقا مرتب انگشت خودشو به وسایل خونه میزنه و اونا زرد و براق میشن، ولی نمیدونستن که طلا میشن. همینطور اونا رو نگاه میکردن تا اینکه مرد رفت سر حوض کوچکی که 2 ماهی قشنگ توش بود. تا دستشو زد تو آب، اونا هم طلا شدن. بچه ها براتون چی بگم؟ این مرد طماع میدوید و فریاد میزد. عمرمی دارو ندارمی طلا. رنگ قشنگش رو ببین، شکل طلاییشو ببین، تنها تو رو میخوام طلا، غیر تو چیزی نمیخوام. آهای طلا، آهای طلا، تو چراغ خونمی، لطف و صفای روحمی، تنها تو رو میخوام طلا، غیر تو چیزی نمیخوام. نمیخوام فقط طلا. دختر که صدای داد و فریاد پدرش رو شنید، از جا پرید و اومد ببینه که چه خبر شده. ناگهان پدرش رو دید که داره تو باغ میدوه و دست به گلها میزنه. گلها سفت و بعد طلایی میشن و داره به طرف میز صبحانه میاد. دست به هر چی میزنم طلا میشه، طلا میشه. به ظرفا، به در تخته، به تنگ و چوب، دست به هر چی میزنم طلا میشه، طلا. این همه طلا مال من میشه. یعنی شما مال منین، پیش من میمونین ها، پیش من میمونین. یعنی من دست به هر چی میزنم طلا میشه ها. آره طلا میشه. من فکر نمی کنم کسی از من خوشبخت تر باشه. من ثروتمندترین مرد دنیا میشم. همه چی طلا میشه، تموم طلاها مال من میشه. من شما رو به هیچ کی نمیدم. نه به هیچ کی نمیدم، به هیچ کس نمیدم. آخه شما فقط مال منین، مال من، فقط مال منین. شما طلاها همش مال منین، مال من. مال من. شما طلاها همش مال منین.
تخت ما همه جمع شده بودن و آقا رو نگاه میکردن که مرد یک مرتبه فریاد کشید: چیه؟ چه خبره؟ چرا اینجا جمع شدین؟ چرا نمیری سر کاراتون؟ بری گمشین! زود! بری گمشین! دخترش که متوجه موضوع شد قرقر کنون برگشت به اتاق خودش و تو دلش میگفت: عجب پدری دارم، همش به فکر پول و طلاست. میز آقا کجایی؟ چرا میز صابونه رو نچیدی؟ بله آقا، بله اومدم آقا. صبح بخیر. امروز زود صبح نمیخورید؟ مگه نمیبینی که اومدم سر میز صابونه؟ برو به سلطان بگم بگو لیلا رو صدا کنه بیاد صابونه بخوره. زود باش. بله چشم آقا، چشم. واه هرچه پولدارتر میشه بد اخلاق‌تر میشه. آدم میترسه تو صورتش نگاه کنه. روز به روز بد اخلاق‌تر میشه، معلوم نیست چشه. سلطان بقو اومدم. بله تو چته؟ میگم این کارهایی که آقا میکرد تو دیدی؟ نکنه دیوونه چیزی شده باشه یا شیطون تو پوستش رفته باشه. دیدی دست به هرچی میزد زود میشد عین طلا. حالا با عصبانیت گفت برو به سلطان بگم بگو که لیلا رو صدا کنه بیاد صبونه بخوره. آدم نمیدونه چی بگه. عجب دور و زمونه ای شده. اگه دیوونه شده بود که حرفای چرن پرن میزد، سراغ دخترشو نمیگرفت که بره صبونه بخوره. حالا بذار لیلا رو صدا کنم بره صبونه بخوره، بعدش از لیلا میپرسم که چطور شده. سلطان بگم راه افتاد به طرف اتاق لیلا. لیلا خانوم. چیه سلطان بگم؟ آقا جونتون گفتن بیاید صبونه بخورید. چشم. راستی سلطان بگم چرا امروز پدرم اینطوری شده بود؟ نگاهاشو دیدی؟ همش میخندید. راستی چطوری دست به هرچی میزد زرد میشد و برق میزد و سفت میشد؟ دیدی همه گلا رو از بین برد؟ آره عزیزم دیدم، ولی نمیدونم. من که تا به این سن رسیدم همچین چیزی ندیده بودم، به حق چیزای ندیده و نشنیده. من میخواستم از شما بپرسم. سلطان بگو یعنی میگی پدرم طوری شده؟ نه جونم، پدرتون هیچیش نشده، صحیح و سالم نشسته و غذا میخواد، فقط منتظر شما. لیلا که از دست پدرش عصبانی و دلخور بود به حالت قهر رفت سر میز صبونه و روبروی پدرش نشست، ولی اصلا اونو نگاه نمی کرد. سلام پدر، صبح بخیر. دخترم چته؟ نکنه مریض شدی؟ یا دیشب درست نخوابیدی ها؟ بچه ها لیلا جوابی نداد.
در همین موقع مستخدم مخصوص پدرش صبحانه آورد و جلوی او گرفت. یک چای توی لیوان طلایی رنگ پدرش ریخته بود، ولی با کمال تعجب دید تا آقا دست به لیوان و ظرف پنیر و کره زد زرد شدند. دست به ظرف نون زد، اونم زرد شد و سفت. دختر که داشت نگاه میکرد چشماش از تعجب باز شد. لیوان شیر خودش رو خورد و بلند شد و رفت. ولی بچه ها جای دشمنتون خالی. کره، مربا، پنیر، نون، چایی، همه چیزایی که جلوی مرد گذاشته بودن به صورت جسم سخت و طلایی رنگ در اومده بودن. مرد که دید نمیتونه به عنوان صبحانه چیزی بخوره، خب به روی خودش نیاورد. چنگال توی سیبی که تو ظرف جداگانه‌ای بود فرو کرد که اونو برداره بخوره. اونم طلا شد. بچه‌های عزیزم براتون بگم هم خوشحال بود هم نمیتونست غذا بخوره. 1-2 ساعتی گذشت. مرد گرسنه شده بود. بدون اینکه کسی بفهمه رفت تو اتاق خواب خودش که شیرینی بخوره. ولی خب اون شیرینی هم طلا شد. دیگه یواش یواش داشت عصبانی میشد. با خودش غرغر میکرد چرا غذا نمیتونم بخورم؟ دیگه ظهر شده بود. آخه بچه این مرد طماع از خوشحالی شب قبلم شام به اندازه کافی نخورده بود و خوابیده بود. دیگه گرسنگی بهش غلبه کرده بود. با عصبانیت راه افتاد و رفت تو آشپزخونه. میز آقا کجایی؟ معلوم نیست کجاست. من گرسنمه. چرا هیچ کس به فکر من نیست؟ من در خدمت شمام آقا. بفرمایید چه غذایی میل دارید براتون بیارم. برو کنار ببینم، برو کنار. مردم از گرسنگی. ولی مرد طماع که گرسنگی آزارش میداد رفت که برای خودش شیر بریزه که شیر با ظرفش طلایی رنگ شدن. مرد عصبانی شد. با خودش گفت برم بلکه فردا بتونم غذایی بخورم، چیزی پیدا کنم بتونم بخورم. صبح بدون اینکه کسی بفهمه رفت تو آشپزخونه تا غذایی چیزی بخوره. سلام آقا، اجازه میدید من خودم براتون شیر بریزم؟ نه 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 نه. مگه من خودم چلاقم؟ ها چلاقم؟ مگه من دست ندارم؟ خودم اومدم تو آشپزخونه غذا بخورم. به تو چه؟ تو چی کاره ای؟ ها چی کاره ای؟ خیلی خوب آقا، چرا اینقدر عصبانی هستید؟ من که کاری نکردم که اینقدر فریاد میکشید. برو بیرون، برو. بدون اینکه جوابی بده رفت سراغ غذاهای توی آشپزخونه. ولی از وقت بعدش تمام اونا مبدل به جسم سخت و طلایی رنگ می شدند. مرد طماع از بس گرسنگی بهش فشار آورده بود دیگه نمیدونست داره چی کار میکنه. مردم از گرسنگی. آقا چرا این کارا رو میکنید؟ برای شما زشته، قبیحه، اونم تو این سن و سال. برای که گرسنم مرد. 2 روز هیچ نخوردم.
2 روزه. میگی عصبانی نباشم آره؟ آخه چرا؟ چرا کسی به من کمک نمیکنه؟ من دارم از زور گرسنگی میمیرم. بله، بازم بنا کرد ظرفای آشپزخونه رو این طرف و اون طرف پرتاب کردن. بچه های خوبی، مستخدمین منزل که سر و صدا و داد و فریاد رو شنیده بودن همشون جمع شده بودن جلوی آشپزخونه و داشتن منظره عصبانیت آقا و پرتاب کردن چیزای آشپزخونه رو تماشا می‌کردند. وقتی این وضع رو دیدن همشون از ترس پا به فرار گذاشتن. مرد که دید مستخدمینش هم دارن فرار میکنن اونا رو صدا کرد. جواب ندادن، حتی پشت سرشون هم نگاه نکردن. برگردین منو تنها نذارین. مگه شما ها مستخدمین من نیستین؟ چرا منو تنها میذارین؟ چرا؟ ولی دیگه همه رفته بودند. فقط مرد ثروتمند بود که با خودش حرف میزد. هیچ کس به فکر من نیست. هیچ کس. من دارم از گرسنگی میمیرم. چرا به داد من نمیرسن؟ دختر که از این کارای پدرش ترسیده بود رفته بود تو اتاقش و در رو روی خودش بسته بود. هیچی هم نمی گفت. خلاصه بچه ها ظهر شد و بعدش هم شب شد. این مرد طلا دوست رفت تو اتاق خودش روی تخت خواب دراز کشید و بنا کرد به ناله کردن، ولی خوابش نمی برد. میدونید چرا؟ برای اینکه گرسنش بود. تا صبح این دنده اون دنده شد و غلط زد و بالاخره هم خوابش نبود. این برای دومین بار بود که تا صبح خوابش نمی برد. یکی همون شبی که قرار بود از فرداش به هرچی دست بزنه طلا بشه، یکی هم امشب از گرسنگی. هی با خودش می گفت ای کاش مرد قد کوتوله پیداش میشد. ای کاش پیدا میشد که من از این بدبختی نجات بده. من دارم میمیرم. بله، بالاخره سخت بیمار و رنجور شده بود. صبح شد. دیگه کاسکوی قشنگ نبود که اونو صدا کنه. دیگه مستخدمی وجود نداشت که براش میز صبحانه بچینه و غذا بذاره روی میز. دیگه کسی تو خونه نبود که او دستور بده. خودش بود و دخترش که اونم پیداش نبود. عاقبت لیلا متوجه شد که دیگه صدای پدرش نمیاد. ناراحت شد. گفت برم سریع به اتاق پدرم بزنم ببینم چطور شده. چرا دیگه سر و صدایی از اون نمیاد؟ رفت یواشکی در اتاق پدرش رو باز کرد. دید پدرش روی تخت نشسته و داره گریه میکنه. تا چشمش به دخترش افتاد گفت من دارم میمیرم بابا جان. کسی به فریاد من نمیرسه.
دختر که دلش به حال پدر سوخته بود راه افتاد به طرف او که مرد فریاد کشید نیا جلو. ولی لیلا که دیگه خیلی ناراحت شده بود گفت نه پدر، نه، تو باید زنده بمونی. بالاخره بچه کاری که نباید بشه شد. لیلا خودش رو رسوند به پدرش و او رو بغل کرد. اگه گفتین چه اتفاقی افتاد؟ بله، درست زدین. دختر بیچاره هم مثل یک پارچه فلز سخت و سفت به رنگ طلایی در اومد، مثل مجسمه. مرد که دید لیلا یعنی دخترش به صورت مجسمه در اومده، بنای گریه و زاری رو گذاشت. فریاد میکشید و شروع کرد به خوندن شعرهای قصه دار. که زندگی ما ازم گرفتی. تو حال دارم رو ببین، خونه خرابم رو ببین، زندگی ما کردی سیاه، عمر منو کردی تباه. تلا 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 منو تو کردی مبتلا. ای تلا منو به روز سیاه نشوندی. بدبختی آوردی تلا، رنج و غم آوردی تلا. من دیگه هیچی نمیخوام، ثروت و چیزی نمیخوام. من دیگه هیچی نمیخوام، ثروت و چیزی نمیخوام. تلا 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 منو تو کردی مبتلا. ای تلا لعنت به تو که چه زندگی هایی به باد دادی. دیدی چه ها کردی تلا، عقلمو رها کردی تلا. دخترمو به من بده، زندگیمو به من بده. دخترمو به من بده، زندگیمو به من بده. تلا 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 منو تو کرد
بخواب، من دخترمو میخوام، من زندگی. و بالاخره از حال رفت. وقتی به هوش اومد باز شروع کرد به گریه کردن و از خدا میخواست که اون مرد قد کوتوله پیداش بشه و او برگرده به وضع اولش. همینطور با خودش حرف میزد و از اتاقش داشت میومد بیرون که یک مرتبه مرد قد کوتوله رو توی ایوون خونش دید. گوش کن ای مرد، گوش کن. من یه آرزوی بزرگتر دارم، کمکم کن، خواهش میکنم کمکم کن. از طلا بالاتر مهمتره. آره از طلا خیلی مهمتر و بزرگتره. یعنی یه چیزی از طلا بیشتر میخوای؟ نه این آرزوی من خیلی مهمه. خواهش میکنم تو بایستی اونو برآورده کنی. اون آرزو چیه؟ آرزوی بزرگ من اینه که برگردم به حال اولم. نه طلا میخوام، نه پول میخوام، ثروت نمیخوام. من دخترمو میخوام، من زندگیمو میخوام. حقیقتا راست میگی. تو دیگه طلا دوست نداری، دیگه نمیخوای انگشت به هر چی بزنی طلا بشه. آره نه دیگه جز دخترم و زندگیم هیچی نمیخوام. کمکم کن. من که گفتم آرزوی تو آرزوی خوبی نیست و من خوشحال نیستم. ببینم آیا حقیقتا آرزوی طلا نداری؟ من آرزوی قلبیمو برات گفتم. من دخترمو میخوام، زندگیمو میخوام. بسیار خوب، پس برو و امشب بخواب. از فردا صبح دست به هر چی بزنی به حال اول خودش برمیگرده. متوجه شدی؟ ثروتمند با اون حال رنجور رفت توی اتاق خوابش و دراز کشید. تا صبح همینطور تو فکر بود که آیا این مرد قد کوتوله کمک بهش کرده یا نه؟ آیا دخترش زنده میشه و زندگیش به حال اول برمیگرده یا نه؟ تو این فکر بود که خوابش بود. یه دفعه چشماشو باز کرد و دید که هوا روشن شده. قبل از هر چیز پرید به طرف، اگه گفتین نه، به طرف کاسکو نرفت، به طرف دخترش رفت. تا دست اون زد دختر جون گرفت. مرد ثروتمند که چشمش به دخترش افتاد و دید دوباره لیلا جون گرفته، از خوشحالی بنای گریه و زاری رو گذاشت و نشست روی زمین و شروع کرد به دعا کردن. و از اون وقت با خودش عهد کرد که دیگه سراغ ثروت زیادی نره. آخه بچه ها، نتیجه ثروت و آرزوی خیلی بزرگ رو دیده بود. بله، مرد ثروتمند دست لیلا رو گرفت و خوشحال و خندان رفت سراغ کاسکو و سایر وسایل منزل. همش طلا. ای وای که به خاطر طلا زندگیم داشت دستم میرفت. کاسکوی خوب و نازنین، ماهی های سرخ و سفید، کاسکوی
خوب و نازنین، ماهی های سرخ و سفید، عقلم رها کرده بود طلا، عمرم سیاه کرده بود طلا، عقلم رها کرده بود طلا، عمرم سیاه کرده بود طلا، آدم و گمراه میکنه طلا، عمر رو تبا میکنه طلا. با من باشم دیگه تو فکر طلا نباشم، ای کاشین از روز اول میدونستم. خب بچه جون، دیدین که آدمای طماع و پول دوست تو زندگیشون چیزی جز سختی و ناراحتی برای خود و اطرافیانشون ندارند و این کار مرد ثروتمند چقدر بد بود. همه چیز خودش رو طلا میدونست و آخر عاقبت هم دیدید که به چه وضعی در اومد. انشاءالله شما هیچ موقع آرزوهای این مرد طماع رو نداشته باشید و از این داستان نتیجه گرفته باشین که هر چیزی تو زندگی حد و حسابی داره، حتی طلا. شرکت 48 قصه آرزوی تندرستی و موفقیتتون رو داره و شما رو به شنیدن قصه های قشنگ دیگه خودمون دعوت میکنیم. خدا یار و نگهدار شما باد.